مصاحبه استاندار گیلان با برنامه 8 شب انجام داده دیشب، سر صدای زیادی کرده و نظر اصحاب رسانه را به خودش جلب کرده و نشان از این است که دولت جمهوری اسلامی، دولت دکتر مسعود پزشکیان و جمهوری اسلامی هیچ نشانی دیده نمی شود از اینکه دنبال راه و چاره‌ای باشد برای 1/4 از جمعیت ایران که در 1/100 خاک ایران زندگی میکنن، پایتخت تهران، و حال در طول هفته گذشته معضل زندگی برای البرز، استان البرز و کرج هم شامل شده. در واقع می شود گفت 20 تا 25 میلیون نفر ایرانی ادامه حیاتشون زیر سوال رفته و امکان ناپذیر شده و زندگی قفل شده. آن چیزی رو که استاندار گیلان البته به درست داره میگه که ما منتظر 1/5 یا 1/10 این جمعیت هم نیستیم. اگر 3 میلیون توریست که بارها گفته در یک تعطیلاتی که اشاره میکنه اگر چهارشنبه تعطیل باشد، شنبه تعطیل باشد، 4 تا 5 روز تعطیلی رو پایتخت نشینا به درست و یا با هر بهانه رفتن به شمال میکنن. وقتی 3 میلیون نفر میان زندگی قفل میشه و باید بدانیم که ابرچالش‌هایی رو که ادامه حیات ایران رو زیر سوال برده و ادامه حیات رو در واقع مخاطرات ادامه حیات یک ملت رو سبب شده، گیلان و مازندران هم دست پنجه نرم میکنن و خیلی وحشتناک از این که تنها قسمت‌هایی از ایران هست که هنوز میشود حساب کرد که آب دارد، ولی آب سالم، آب آشامیدنی و آب شربش زیر سوال است. همانطوری رو که یکی از دانشمندان مطرح و برتر که در داخل ایران زبانزد خاص تمام صحبتاش و بی‌پروا با جرأت و جربزه و جنم بالایی صحبت میکنه، جناب آقای محمد درویش، ایشون با اعداد ارقام اشاره کردن راجع به رشت و انزلی و شهرهای دیگر گیلان که اگر هم آب هست که هست فعلا موقتا، ولی آب سالم نیست، چرا که پساب و تمام آن پیامدهای نوع در واقع زنجیره تحویل زباله از خانوارهای گیلانی تا به سابقه خواهد با آن چرخه‌ای رو که بشود گفت که کوهی از زباله نه، اقیانوسی از زباله نه، به اندازه 2 تا 3 برابر مساحت در واقع درفک و می شود گفت بیش از 2 برابر از مساحت اطراف دماوند شما در نظر بگیرین، ما فقط یک کوه زباله داریم. 3 میلیون تن زباله‌ای رو که بعد دپو شده و از سالیان قبل مونده در سراوان و مخاطرات محیط زیستی همین زباله و پساب آن چیزی که شیرابه این زباله که می شود گفت مثل مواد رادیواکتیو خطرناک است و سرطانزاست و به رودخانه به لجن رسیده رشت میرسد. رشت فی‌الحال غیر مسکونی باید اعلام بشه به خاطر مخاطرات محیط زیست و تمام آن اشل‌ها و نمونه‌گذاری‌ها، نشانه‌گذاری‌های زندگی سلامت سازمان ملل. در نتیجه ایشون به درست قبلا هم در 3-4 صحبت دیگر گفته بود که امکان پذیرایی شاید مسافر موقت باشد، ولی میگوید مشکل آرد است، مشکل نان هست، مشکل انرژی است، مشکل برق است، مشکل سکونت هست. ولی از این که 1/4 ایران هجوم بیارن به گیلان و مازندران، چنین چیزی زندگی را آنجا هم قفل میکنه. البته که مسئله رو که با صراحت لهجه مسعود پزشکیان، دکتر مسعود پزشکیان اعلام کرده که شاید مجبور بشوند که دستور تخلیه تهران رو بدن، این نه راهکار است، این نه دلسوزی است برای سرنوشت یک ملت، نه امکان پذیر است. قبلا راجع به اعداد ارقام، این که یک شهر 100,000 نفری با اعداد ارقام مشخص که زیربنای اجتماعی داشته باشه، ساختارهایی رو تعریف شده داشته باشه، مدرسه داشته باشه، دبستان داشته باشد، کودکستان، بیمارستان، آتش نشانی و حتی پارکی داشته باشه، 3 میلیارد دلار هزینه شه. یعنی یک شهر 100,000 نفری، همان شهری رو که در عالم خیال میخواستن عیان انصار خودشون جمع کنن. حتی من شک داشتم که بتوانن آن 37,000 نفر سفارتخانه و خانوارهایی رو که مستشارای سیاسی، نظامی، فرهنگی سفارتخانه هستن، خودشون 37,000 نفرن،
در آخرین آماری که من دیده بودم 100,000 نفر عیان انصار خودشونو مسئول پزشکیان دستور داده بود که مقدمات طرح مطالعاتیشو در کناره خلیج فارس بخوان جایی رو تعبیه کنن و رفته بود هراسان دست به دامن برادران همجنس سپاهی خودش شده بود که در قرارگاه خاتم الانبیا آنجا 100,000 نفر رو فعلا ببرن بقیهش بماند، آن 95 یا 97% مردم عادی بمانن ببینن چه می شود کرد. زندگی در تهران قفل شده. تمام قرائن و شواهد حکایت از این دارد که ادامه حیات در تهران به یک فرض محال تا 1 سال آینده میرسه. در زمان فصلی رو که بایستی بارشی باشد و باران باشد در طول 60 اندی روز گذشته دریغ از یک قطره باران و هیچ امیدی جز 3-4 روز بارندگی های اندکی رو که در چارگوشه ایران شاید ما منتظرش باشیم، امید آنچنانی برای 21 استان دیگر نمانده از جمله تهران و از جمله البرز که الان در واقع 1 هفته در روز گذشته راجبش صحبت ها و حرف حدیث زیادی است. از این که استاندار گیلان با صراحت لهجه میگوید که به گیلان نیایید، کسی اینجا منتظر شما نیست. امکان اینی که بخوایم ما منتظر شما باشیم و به عنوان مسافر مشکله، چه بسا که شما بیاین اینجا زندگی رو برای خودتون ترسیم بکنید، مثلا بخواید خانه‌ای در تهران بفروشید و بیایید در شهرستان‌های اطراف رشت حتی زندگی کنین، این احتمال ادامه حیات اینجا هم بن‌بسته است. این واقعیت به خاطری که ایشون قبلا گفته بود 300 میلیون دلار هزینه و به صورت بودجه ارزی نیاز هست که به سیستم آب و فاضلاب به حساب مرکز استان رشت بخواهن سر سامانی بدهن و آن معضل عظیمی که الان جهانی شده، یعنی که در واقع فعالین محیط زیست در چارگوشه دنیا راجع به آن دپوی عظیم، انگار یک دپویی است از مواد اورانیوم و رادیواکتیویته، دپوی عظیم در واقع زباله که حالا عدد ارقام متفاوتی دارد. فعالین محیط زیست در توکیو، سیدنی، تورنتو راجبش بحث میکنن، داستان مخوف سرطان و آن چیزی رو که راجب به حساب 1/3 ساکنین گیلان، البته گفتنش هم جرأت و جرأت و شهامت میخواهد که فعالین محیط زیست در ایران بهش پرداختن، مخاطرات درگیر شدن با سرطان رو دارن. دوباره تکرار میکنم 1/3 از ساکنین گیلان فلحال و عدد ارقام در واقع سرطان اطراف تالاب رو به خشک شدن انزلی رو که همه اینا ارقام مخوف، زجرآور و در واقع غیر قابل توصیف در مورد سرطان در هموطنان انزلی، به قول خود انزلی، ساکنین انزلی، انزلیچی ها، اینا همش راز و مگوست که قرار است که علنی نشه، به وجدان عالی بشریت که اسمش همون رسانه هاست گفته و شنیده نشه. ولی آیا میتواند 1/4 ملت ایران هجوم بیاره به گیلان و مازندران؟ این به حساب چاره کار نیست. مگه میشه زندگی رو، خانه کاشانه رو ترک کرد؟ همین حالها فلحال 320,000 بود. آخرین آمار نشون میده که اتحادیه املاک و در واقع کسانی که شاغلن برای خرید فروش مستقلات در تهران 370,000 ملک مانده است رو دست فروشنده ها که حاضرند با هر در واقع تیک زمینی، حتی اگر مرداب یا قدیم به حساب شالیزاری بوده، بخوان عوض کنه، حتی اگر آب، برق، گازم نداشته باشه، ولی باز ادامه حیات آنجا هم مشکل است. چرا که به حساب یه زیرساخت‌های اجتماعی بایستی تعریف شود، حتی اگر در دهاتی باشد که برق نداشته باشه. زندگی قفل است. ترک کردن تهران چاره کار نیست. بایستی تهران و ایران و پایتخت رو از اول ساخت و این ملت بایستی دست همت و یاری به همدیگه بدن و اعتماد کنن به همدیگه و امید داشته باشن و بدانند و آگاه باشن که قدرت از آن ملت است و این زندگی بایسته و شایسته و بایسته و شایسته هیچ شهروندی در چارگوشه دنیا نیست و ایران 1% از جمعیت کره خاکی و 1% از خاک کره خاکی 8.2 از پتانسیل بالفعل و بالقوه ثروت طبیعی رو به خودش اختصاص داده. یعنی فلحال از نقطه صفر ما 8 برابر آن استاندارد رفاه جهانی ثروت کماکان مانده است. مشکل معضل آب از جمله ابرچالش‌های فرونشست، فروچاله و اگر هر استانی رو ما بگیم
دستور تخلیه 1/3 اصفهان سالیانی دیر شده و استاندار اصفهان هم ماه گذشته بمب خبری بود، 8 ریشتر رسانی می شود گفت از نظر زلزله خبررسانی. ایشون هم 1/3 اصفهان رو نه با زبانی بی زبان، با صراحت لهجه گفت که امکان مخاطره هر اما اگری هست ساختمان‌های بین 5 تا 7 دقیقه بخوان ناپدید بشن و فرو بریزه. یعنی شرایط آخر زمانی فیلم‌های هالیوودی بالیوودی و استاندار تهران در برنامه تلویزیون سراسری جمهوری اسلامی اومد اعلام کرد. در نتیجه فرار از خانه و کاشانه حتی اگه امکان پذیر باشد راه چاره‌ای نیست. ببینید دوستان، هموطنان عزیزان، هر جا رو ما بخوایم بگیم در دست و غصه است و گریه و زاری برای به حال این ملت. به قول علی خامنه‌ای که یک جمله بسیار درستی گفت، آن روزی رو که گفتش باید خون گریست به حال ملتی که او رهبر باشد، بعد از 36 سال رهبری و بعد از 46 سال جمهوری اسلامی ما رو به جایی رسونده، به لبه پرتگاه بودن یا نبودن رسونده. نوشهر، چالوس و بابل و بابلسر غلظت آلندگی های هوا شما بخوایم ببینیم باز 5 تا 7 برابر استاندارد فلحال. آن چیزی که در 48 ساعت گذشته راجع به چالوس چند فیلمی را که فعالین محیط زیست انتشار دادن، خیلی ها فکر میکردن، از جمله خودم فکر میکردم که این مه صبحگاهی یا غروب دمی است که پاییزی یک بخاری است، ولی دریغ و درد افسوس که با مستندات علمی نشان داده شد که سطح آلودگی در بعضی از قسمت‌های مازندران فلحال همین امروز به سطح آلودگی تهران رسیده. ولی باور کردنش حتی برای من که دغدغه‌های محیط زیستی رو سالیانی دنبال میکنم، باور کردنش برام سخته. البته که ما در طول هفته گذشته 2-3 خبر پزشکی داشتیم. اون درست که گفته می شود که زنانی رو که مادرانی که منتظر فرزند آوری هستند و حامله هستند بعد از 6 ماه بایستی فلحال فلفور امرجنسی بخوان تهران رو ترک کنن، به خاطری که 8% مرده‌زایی رو در پایتخت ما شاهدش هستیم و این همون آماری است که دانشمند بزرگوار و ارجمند ما در عرصه محیط زیست محمد درویش چند ماه پیش گفت و باز یک زلزله خبری بود و گفته میشه برای ماه 7، 8، 9 حاملگی بایستی تهران رو ترک کرد، چرا که بسیار بسیار خطرناک است برای مادر و برای فرزند و برای شرایط به دنیا آوردن بچه. وقتی سن سکته قلبی به 42 سال میرسه، گفته میشه و شنیده میشه که تمام پزشکان وقتی که مریض ها مراجعه میکنن در پایتخت ما تهران که بعد از اولین سکته اگر امکان هست تهران ترک بشه. ولی ترک تهران آیا در روزگارانی که 1404 2025 25 سال از هزاره جدید گذشته، آیا زیر ساختی نمیخواد، آیا امنیت اقتصادی نمیخواد، شغل نمیخواد، مسکن نمیخواد، دانشگاه نمیخواد، مهد کودک نمیخواد و ادامه حیات یک شخص، یک انسان که بایستی اجتماعی باشد و بخواد به حساب یک زندگی نیمه نرمالی داشته باشه، نه حقوق جهان شمول بشر که محال است زیر سیطره جمهوری اسلامی، آیا امکانش هست؟ به باور من همه داستان ملت ایران این است که از این سیاهی و تباهی و از این ایران افکنان، از این فرومایگان، از این دین فروشان رهایی پیدا کنند. تنها راه چاره رهایی و خلاصی پیدا کردن و نقطه در واقع پایانی به تا به حال خسارت به محیط زیست ایران این است که جمهوری اسلامی نباشد و این ملت بایستی اگر فعال محیط زیست، اگر آن چیزی رو که استشمام میکند، آن چیزی رو که آب و شربی رو که به حساب میخواهد بنوشد، اگر به فکر فرزندان نوه‌هاش، اگر میخواهد ادامه حیاتی داشته باشد، بایستی مبارزه کند و جمهوری اسلامی نماند. چرا که جمهوری اسلامی مسبب اول آخر همه سیاه روزی و تباهی است و این ژاژخوان خردخردان، این تاریک اندیشان نمانند که بشود از آن نقطه به اون طرف مانع از ادامه خسارت شد. وگرنه مشکل مزلات محیط زیستی و آب و هوا و خیلی مسائل دیگر، جابجایی 20 میلیون نفر به طرف کرانه‌های در واقع خلیج فارس، چیزی در حدود یک عدد عجیب غریب حداقل 50 تا 75 میلیارد دلاری رو میطلبه. البته اگر به حساب علی انصاری و تاریخخانه اشباح بیت رهبری مجتبی خامنه‌ای آن عدد رقم 10 تا 12 میلیارد دلاری رو ندزدیده بودن، حداقل 2 تا 3 میلیون تهرانی رو میشد به حساب صورت امرجنسی و آژانسی بخواد جمهوری اسلامی به صورت شرایط هلال احمر بخواد جابجا کنه.
دریغ و درد افسوس. آهای ملت ایران، با قول شیرزن شیردل ایران زمین در زندان مشهد سرکار خانم مهربانو فاطمه سپری، آهای ملت ایران، بیدار شید، بیدار شید، خیلی داره دیر میشه، دیر شده. نذارین ایران از دست بده. برای بچه هامون، برای فرزندانمون، برای نوه‌هامون. دیگر اگر سکوت کنیم نمیتوانیم خانه کاشانه‌ای داشته باشیم و ادامه حیات یک ملت زیر سوال رفته. آهای ملت ایران، بیدار شید.